حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا تا فردا. هی هی من تنهایم، میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمید، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم، حتما اینطور بوده. تو همیشه پسر خوبی بودی. بیا ارکمید، بیا پسرم. پدر کسالت دارد، تو برو برای خودت بازی کن. چه شده؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون به آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین براک مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش را به من نزنید. هلن، گناه پدران را به پای فرزندان نمیگذارند. شما خود میدانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکندم. اگر گهگاه به نزد او میروم یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگرنه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوکلتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. آری، این حقیقت دارد. بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نثارم قربان. درود بر آن. کارت عالی بود ازرین، خیلی خوب، آفرین. مأموریت تازه‌ای داری. مراقب ادونیای کوزه‌گر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سرورم. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم عالی جناب؟ بله سرورم. مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس میگیرند. در خدمتگزاری حاضرم. بگیر. قربان. برویم. او گفت تو شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم.
مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود. تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سر بریدند و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلا اینها را شنیدم. شما شنیدید؟ اما من با چشمان خود شاهد بودم. شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود. همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از یوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمیداد. تا اینکه خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت‌های شدید برای دستگیری بتشکنان به عمل آمد. تا اینکه یک روز یا مریم مقدس، این کار خطرناک است. به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطعه قطعه می کنند. این کار را نکنید. این کار نیست. شاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریقان مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست، تنها فرمان مرا اطاعت کرده. رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. میخواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل آپولون از خدای عیسی بیزاری میجویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمیپرستم و به جز او خدایی نمیشناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت پرستان و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. ای خدای اولم، این قربانی را از من بپذیر.
ای آپولون قدرتمند، این است سزای کسی که به خدایان خیانت کرد. خدایا از من قبول کن، بنده شرمنده را پذیرا باش. الهی دخترم را به تو سپارم، نگهدارش باش. الهی اونها را برای تو شکستم. او در پیش چشمانم میسوخت و از من کاری ساخته نبود. خداوند روح او را با مریم مقدس هم نشین کند. او زن شجاعی بود. من برای خود شما نگرانم. در نهایت او عقیده شما را خواهد دانست. من خوابهای وحشتناکی میبینم. نمیدانم خداوند چه مقدر کرده است. وای من میترسم. این همه تشویش بیهوده است. نگران نباش. هر اتفاقی که بیفتد ما کنار هم خواهیم بود. دیشب خواب دیدم که دقیانوس شما را کشته است، اما شما زنده اید. او پی در پی نعره های وحشتناک میکشید و بین ما ایستاده بود. ما نمیتوانستیم به یکدیگر برسیم. بین ما فاصله زیادی بود. من جوان بودم و شما پیر شده بودید. دیدم شما پدرم هستید. مانده بودم که کدام یک از شما پدرم هستید. او از این که شما را کشته بود شادی میکرد. من میترسم. آرام باش هلن عزیز، آرام باش. به خاطر یک خواب که این همه ناراحتی نمی کنه. خداوند بندگان موحدش را تنها نمی گذارد. من جز شما کسی را ندارم. شما تنها همسرم نیستید. معلم من، مربی من، منجی من، همه کس من شما هستید. من روشنایی را با شما دیدم، امید را با شما یافتم و ایمان را از شما آموختم. خود لایق درک این ارزش ها بودی. من که کاری نکردم. من به تو افتخار میکنم. دیشب خواب دیدم که این تابلو از آن مادرم است. حالان که من مادرم را دیدم که من مردم. شما مانده بودید که مرده مرا باور کنید که بر گور است، یا زنده مرا که بر این تابلو است. من از این تابلو هم میترسم. خودت را ناراحت نکن. یک تابلو که این همه نگرانی ندارد. آن را از اینجا بردارید. نه نه، من تابلوی همسرم را دوست دارم. اجازه نمیدم کسی آن را از اینجا بردارد. ما در اقلیتیم، پس باید سعیمان بر این باشد که نیروی خود را صرف تربیت همکیشانمان و جذب افراد بیشتری به مسلک مسیحیت بنماییم. تا کی باید گروه گروه از همکیشانمان را به کام مرگ بفرستیم؟ چرا باید سکوت کنیم؟ به اعتقاد من
تحمل مصائب و سختی‌های گوناگون در این زمان خود عبادت بسیار بزرگی است. شما اگر مردم را علیه حکومت نشورانید، هیچ نزاعی بین مسیحی ها و رومی ها رخ نمی دهد. آیا مولایمان مسیح ما را از اطاعت ظالم من نکرده است؟ شما حق ندارید جان مردم را بیهوده به خطر بیفکنید. قدرت از آن خداوند است، به هر که بخواهد عطا خواهد کرد. پس هیچ قدرتمندی نیست که اقتدار خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد. خداوند قدرت خود را به پیامبران و صالحان تفویض می کند. بیشک قدرت ستمگران قدرت شیطانی است، نه الهی. آیا قدرت ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و یا عیسی و هیرود یکیست؟ سلام مرد خدا. سلام، خوش آمدی گانوس. روزگار بر تو خوش. سرورمان مکسیمیلیان چه می کند؟ ایشان مرا به اینجا فرستادند. گفتند که محل اختفای شما افشا شده، هرچه زودتر اینجا را ترک کنید. یعنی خطر این همه نزدیک است؟ جناب ماکسیمیلیان هشدار بیجا نمیدهد. عجله کنید، وقت را نباید تلف کرد. بسیار خوب، شما بروید، من خواهم آمد. ابتدا باید اینها را روانه کنم. بگو با احتیاط بروند، ممکن است اینجا تحت نظر باشد. برادران، همکنون برای من خبر آوردند که اینجا امن نیست. با احتیاط و آرامش اینجا را ترک کنید. 3 روز دیگر در زیرزمین‌های گورستان بیرون شهر همدیگر را خواهیم دید. شما با این کارهایتان هم خلاف تعلیمات دین مسیح را به مردم می‌آموزید، هم جان آنها را به خطر می‌اندازید. خداوند همه ما را هدایت کند. اگر به آنجا هم ریختند و مردم را قتل عام کردند، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ به لطف خدا باید امیدوار بود. هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. استاد، اگر نیاز هست من هم برای مراقبت از شما اینجا بمانم. نه، برو، نگران نباش، من هم از اینجا خواهم رفت. خدا نگهدار.
اینجا چه میخواهی مردک جاسوس؟ هیچ، من از اینجا عبور میکردم. اینجا میکردی؟ فقط یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند. فهمیدی؟ روشا! چه خبر ماتیوس؟ علی جناب جولیوس، از ارائیل یهودی خبرهایی دارید؟ تا اینجا چه میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟ چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکی او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم. چرا پای پیاده؟ قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بدهم. چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟ کالسکی ران را هم نشناختی؟ دستار بر سر کشیده بود، ولی گمان می کنم کالسکی جناب مکسیمیلیان بود. خانه این مکسیمیلیان را زیر نظر بگیر. ببین کالسکی همان است یا نه. برو. به روی چشم علی جناب. هی قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید، هنوز وقت هست. مرا عفو کنید علی جناب. میتوانم سوالی داشته باشم؟ ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم میدانم. هر چه میخواهی بپرس. اختلاف شما با مکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟ چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت. ولی با آمدن مکسیمیلیان، دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم مکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هادریانوس خواهم داد. چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن مکسیمیلیان را بر شما ترجیح دادند؟ این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. مکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟ متاسفم قربان. بگذارم.
شما به کجا می روین گالوس؟ شما باید برای مدتی از شهر دور باشید. چگونه؟ جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برایتان غذا خواهم آورد. نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم. گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعداً هم برای این امور وقت هست. ولی من با همکیشانم 3 روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم. از احتیاط لازم است. نگران نباش گالوس. ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟ گوش میکنم. نه، گوش نمی کنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر می کنی. راستش مرا ببخش آتنه. خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافی است فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب می شود. همه امیدهای ما نقش بر آب می گردد. ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی. آتنه تو نمیفهمی. تو نمیدانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر میتواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفاعل را از قفس بیرون آوردند و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من، با چه اشتهایی می‌خوردند. این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفاعل میمونی، چه تفاعل میمونی. در پی آن هادریانوس با عزم و اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: آهای، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیرها و شمشیرهای ما از این مردم پس دفاع نکنید و بگذارید که ما با فتح وارد این شهر بشویم. فتح نگفتم تو به حرفای من گوش نمی کنی؟ تو در رویای خودت سیر می کنی. بسیار خوب. گوش میکنم. حالا بگو. فکر می کنی هادریان چه کسی را به جانشینی برخواهد گزید؟ معلوم نیست. مگر نگفتی سابقه دوستیت با هادریان زیاد است؟ خاطرات گذشتم با هادریانوس یک لحظه از ذهنم بیرون نمی رود. مدام به آن روزها فکر می کنم. منظور من تجدید خاطرات گذشته نبود. میخواستم بگویم از این رابطه دوستی به بهترین نحو میتوان استفاده کرد. مثلا چه استفاده می شود کرد؟ از او بخواهید به پاس دوستی گذشته و به پاداش نجات جانش شما را به جانشینی خود انتخاب کند. اگرچه آرزوی بلند پروازانه است، ولی خب در جهت تحقق آن میتوان کوشا بود. ضرری هم ندارد. چرا بلند پروازانی؟ آیا به لیاقت و درایت خود شک داری یا به دوستی هادریان؟ به هیچ کدام. در تصمیم سنای روم شک دارم. گمان میکنم حتی اگر هادریان نیز موافقت کند آنها موافقت نمی کنند. ولی ضرری ندارد. تیریست در تاریکی. نمیدانید دیوکلتیان چه لذتی دارد؟ تکیه زدن بر جایگاه بانوی اول روم آرزویی نیست که از ذهنم خارج کنم. پس پیشنهاد میکنم خودت نیز دست به کار شوی. شارون همسر هادریان در این سفر همراه اوست.
با او از در دوستی وارد شو. زنان در تصمیم گیری شوهرانشان نقش مؤثری دارند. اگرچه چشم دیدنش را ندارم اما پیشنهاد بدی نیست. نه، مطمئن باش به آن عمل خواهم کرد. عالی جناب جولیوس. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. جناب جولیوس، از شهر بگو. همه چیز مرتب است. تنها نگرانی من از داخل قصر است که خبرهای آن به بیرون رخ نمی کند. آسوده باشید جناب آدونیا، دیگر از خطر جستی. اینجا امن است. این اولین بار نیست که جناب ماکسیمیلیان مرا نجات میدهد. او پیشتر جسم و جانم را با هم نجات داده است. باید شنیدنی باشد. چگونه؟ من از مبلغین مسیحی بودم و تسلیس را تبلیغ می کردم. روزی سربازان رومی مرا در حین سخنرانی دستگیر کرده. بیشک مرگم فرا رسیده بود، اما جناب ماکسیمیلیان با ترفندی مرا آزاد کرد و همین آشنایی موجب شد که من موحد شدم. مدتها با همدیگر مباحثه داشتیم و من مطالب بسیاری از او آموختم. دارس، قدر اربابت را بدان، مرد بزرگی است. من او را به خوبی میشناسم. پس تو از او خیلی چیزها میدانی؟ من یک برده یونانی ام. 14-15 ساله بودم که پدر عالی جناب ماکسیمیلیان مرا خرید و به خانه‌اش برد. او یکی از بلندپایگان سنای روم و یکی از نزدیکان امپراتور هادریانوس است. من شاهد رشد و نمو لحظه به لحظه جناب ماکسیمیلیان بودم. او بسیار باهوش بود و پدرش بهترین معلم‌ها را برای آموزش او استخدام کرد و او را به علوم و فنون فرهنگ‌های ملل گوناگون آگاه نمود و همین آگاهی جناب ماکسیمیلیان موجب بیزاری او از خدایان روم و توحش و ستمگری رومی ها شد و برای گریز از روم بلافاصله به درخواست دقیانوس جهت مأموریت به فیلادلفیا پاسخ مثبت داد. بله، او در فیلادلفیا سرنوشتش رقم خورد. آثار خستگی در چهرهتان مشخص است. بهتر نیست در زیر سایه درخت خستگی را از تن بگیرید؟ او به فیلادلفیا آمد که از جنایت رومی ها گریخته باشد، در حالی که نمیدانست جنایات فیلادلفیا کمتر از روم نیست. چرا جناب ماکسیمیلیان با مشاهده جنایات دقیانوس به روم باز نگشت؟ دقیانوس بلافاصله دخترش را به عقد جناب ماکسیمیلیان درآورد تا در فیلادلفیا ماندگار شود، غافل از آن که بانو هلن خود یکی از موحدین خواهد شد. پس جناب ماکسیمیلیان پیش از این که به خداوند یگانه ایمان بیاورد از خدایان دروغین و بت‌ها روی گردان شده و خود یک موحد بود. بله، ایشان هیچگاه به خدایان المپ اعتقاد نداشتند و همواره به دنبال حقیقت بودند. او خالقش را می شناخت، اما در پی هدایتی، کتابی، آیتی از سوی او بود. مگر تورات و انجیل به دستشان نرسیده بود؟ چرا؟ آنها را خوانده بود، اما حقیقت را در آنها نمی یافت. ایشان همیشه به روستاهای اطراف فیلادلفیا سفر می کرد و از موقعیت و مقام خود به نفع مظلومان و محرومان استفاده می نمود.
در یکی از همین سفرها خود شاهد درنده خویی مأمورین مالیات می‌گردد. مأمورین مالیات دقیانوس. بگو حرف بزن. چه کردی پولهای ما؟ کجا پنهان کردی؟ بزن بگو رهایش کنی. بگو حرف بزن. پولهایت را کجا پنهان کرده ای؟ کجاست؟ اگر داشتن که جان من نیست. بگو حرف بزن. حرف بزن. مالیات باید پرداخت شود. هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته نیست. آنها را از آنجا بزنید کنار. بزنید. پولهایت کجاست؟ حرف بزن ببینم. حرف بزن. زانو بزن ببینم. کسانی که مالیاتشان را دادند عقب بایستند. مواظب باشید که کسی از شرطتان پنهان نماند. مبادا زهره‌ای به کسی رشک کنید. هر چی توانید بگیرید. بزنید. اینجا چه خبر است؟ ما مأمورین دریافت مالیاتیم. این مرد نمیخواهد مالیات بپردازد. نمیخواهد یا ندارد؟ این به ما ربطی ندارد. ما مأمور دریافت مالیات هستیم، نه مأمور کمک به مستمندان. رهایش کنید. دستیاتار عالی جناب که هستند؟ یک افسر جز از موافق خود اطاعت می کند، نه سوال. رهایش کنید. من افسر مالیات بگیر عالی جناب دیوکلتیانوس هستم. از تو هم فرمان نمیگیرم. ظاهراً باید با شما با زبانی دیگر سخن گفت. ظاهراً که بسیار نازپرورده به نظر میرسی عالی جناب. گمان نمی کنم آن زبان دیگر را بسیار خوب. یارانت را از اینجا بردار و برو. عالی جناب پناه بر خدا. وای به حالتان. او مکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس است. حرکت میکنیم. بیای.
مقدمه ای شد برای آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد موحد و روشن ضمیر. جناب ماکسیمیلیان به شدت زخمی شده بود و پیرمرد که خود را عامل این حادثه می‌دانست به شدت نسبت به ایشان احساس دین می‌کرد. لذا جسم مجروح جناب ماکسیمیلیان را به خانه پیرمرد بردیم. او با جدیت و مهارت بسیار به مداوای ایشان پرداخت. نه شما باید استراحت کنید. حرکت برای شما خطرناک است. داگالوس بله جناب، من اینجا هستم. غیبت ما هلن را نگران خواهد کرد. من به شهر رفته او را با خبر میکنم. شما استراحت کنید، خیالتان آسوده باشد عالی جناب. به تلمیخا و یوانیس هم بگو مراقبه اوضاع باشند. اگر دیوکلتیانوس پرسید بگویند برای تمشیت امور به ولایات اطراف رفته. اطاعت سرورم، نگران نباشید. من زود باز میکردم. مواظب عالی جناب باشید. و این مقدمه آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد خداپرست شد. روی این زخم خوب بسته شده است. ما را عفو کنید. بیش از این نتوانستیم به عالی جناب کمک کنیم. نه خیلی خوب است. از کجا آموخته ای؟ از پدرانم. گرچه قابل مقایسه با علومی که طبیبان رومی میدانند نیست. چه کسی شما را به این روز انداخته است؟ مهم نیست عالی جناب. صدها سال است که تازیان رومی ها با بیرحمی و شقاوتی که برازنده انسان‌های متمدن نیست بر این گرده ها نواخته می شود. ما دیگر عادت کردیم. من به عنوان یک رومی از شما پوزش می طلبم. ما رومی ها خود را متمدن ترین مردم دنیا می دانیم و حالا که وحشیانه ترین اعمال را مرتکب می شویم. شما با دیگر رومی ها تفاوت بسیار دارید. ولی ما هم مثل دیگر رومی ها هستیم. تفاوت چندانی بین ما نیست. نه اصلا اینطور نیست. اجازه می دهید سوالی داشته باشم؟ مانعی نیست. عالی جناب، چرا به جای یاری آن افسر رومی با او مبارزه کردید؟ من خود نیز نمیدانم. فقط میدانم که نمیخواهم در زمره ستمگران باشم. شاید این تمایل و علاقه یک امر درونی است. ولی حب دنیا و لذت‌های آن هم یک خواسته درونی است. چرا برای رسیدن به این خواسته درونی تلاش نمی کنید؟ آیا خود شما برای اعمال نیک و بد خود دلیلی دارید؟ من هیچ عملی را بدون پاداش انجام نمی دهم و یقین دارم که مزد همه اعمالم را چه خوب و چه بد خواهم دید. و اگر جز این باشد اصلا زندگی برایم معنا و مفهومی ندارد. تو برای خوبی‌هایت از چه کسی پاداش میگیری؟
غلام یا خدمتکار شما پاداش خود را از چه کسی میگیرد؟ اربابش. از اربابش، یعنی از شما. من هم از اربابم میگیرم. هر کسی اربابی دارد. تو میخواهی بگویی که پاداش خود را از خدایت خواهی گرفت. به نظر من هم هیچ انگیزه‌ای بهتر از این برای اعمال نیک و بد نیست. اما من انقدر بدم نیستم که اعمال نیک و بدم را برای خدایان مسخره‌ای که در معابد به دست خود ساخته ایم انجام دهم. من میدانم که خدایی هست، مطمئن هستم، اما چگونه خدایی نمیدانم. خدای من خالق من است، اما خدایان شما، یا بهتر بگویم خدایان رومی ها، مخلوق آنها هستند. نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم. چه اگر یهودی باشی خدای مخصوص قوم خود را میپرستی و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت میدهد. من نمیتوانم بپذیرم که خدایی از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی خدای تو را هم نمیتوانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل میگوید. اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی ها کردند. پیرمرد برای جناب ماکسیمیلیان از یک انجیل قدیمی سخن گفت، اما من در آن هنگام از این حرفها به خوبی سر در نمی آوردم. ولی کاملا آشکار بود که آن پیرمرد سخن برای گفتن بسیار داشت. بگذارید عقیده‌ام را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را می پرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری. مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟ خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چه غیر از این باشد ساخته و پرداخته ذهن خود ما بی باشد. از خود سخن میگویی یا دلیلی هم برای اثبات آن داری؟ دلیل بسیار دارد، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می‌دارمش. من میتوانم آن را ببینم؟ البته، چرا نه؟ پیرمرد انجیل بارناباس را به جناب مکسیمیلیان نشان داد و ایشان آن را نبستند تا اینکه تا به آخر خواندند. و از خانه پیرمرد بیرون نیامدند تا آنکه نسخه ای از آن را برای خود نوشتند. آن حادثه و آن کتاب باعث شد که جناب ماکسیمیلیان از موحدین مسیحی گشت و متعاقب آن ما را هم به کیش خود درآورد. گالوس، به راستی که جناب ماکسیمیلیان از بندگان مقرب خداوند است. او به من میگفت که فرق بین آنچه که حضرت مسیح میگفت و آنچه که امروز پیروان او میگویند مثل فرق
بین یک درخت تنومند است و بوته‌های کوچک. بعضی گلها از فاصله دور هم عطرشان به مشام میرسد. امیدواریم پیوند ما با رومی ها ناگسستنی باشد. عالی جناب، اجازه می دهید هدایای قوم یهود را عرضه کنیم؟ هدایای ناقابلی است، نشانه دوستی یهودی ها با امپراتور و نماینده و جانشین ایشان جناب فرماندار دیوکلتیانوس. ما هم هدایای ارزشمند شما را به عنوان نشانه دوستی تلقی می‌کنیم. معاهده‌ای که بین خدایگان، امپراتور و سران قوم یهود در اورشلیم منعقد گردید، ما را موظف می‌کند با جناب فرماندار همکاری نزدیک داشته باشیم و در جشن‌های استقبال از امپراتور ما هم به سهم خود شرکت کنیم. از رعایای امپراتور توقعی جز این هم نیست. ما هم وظیفه داریم که دست شما را در مسائل عبادی و امور تجاری باز بگذاریم. در حقیقت ایجاد رفاه و آسایش مردم از وظایف امپراتوری روم است. منتها یک قشر از این مردم هستند که آرامش دیگران را به هم میزنند و قصد خیانت به روم و خدایان روم را دارند که با آنها سر سازش نداریم و لحظه ای از تعقیب و تعذیب آنها دست بر نخواهیم داشت. منظور عالی جناب فرماندار مسیحیان هستند. ما نیز از آنان زخم خورده ایم. آنها با پیامبر دروغین و کتاب ساختگیشان در صفوف ما هم رخنه کرده و پیروان آیین یهود را نیز گمراه کرده اند. عالی جناب به گمان من در زمینه مبارزه با مسیحیان می توانیم همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم. ای سرباز، شما برید بالا. زود باشید. برو بیاور. با این میشود او را مخفی کرد. جسد را کجا ببریم؟ در گورستان میفهمم که به تازگی دفن شده ممکن است به او تعرض کنم. بهترین جا منزل پدرش سانتوس است. اولین جایی را که بگردن آنجاست. بهتر است او را به جنگل ببریم. از همه جا امن‌تر است.
باز کنید. خداوند روح پلوتون قهرمان را در زمره مؤمنین و صالحین قرار دهد.